اگه یه آلمانی وسط خیابون ازت پرسید was machst du am Montag و تو فقط نگاش کردی، یعنی وقتشه این ویدیو رو ببینی. سلام دوستای خوبم، خوش اومدید به کانال لیلا دویچ. من لیلا هستم با یه قسمت دیگه از آموزش زبان آلمانی. این بار قراره با هم روزهای هفته، اوقات روز و یه عالمه جمله کاربردی یاد بگیریم. اونم به ساده ترین و باحال ترین شکل ممکن. اگه تازه اینجایی خوشحال میشم سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندی. اینجا نه فقط زبان یاد میگیری بلکه یاد میگیری چطور ازش توی زندگی واقعی استفاده کنی. بریم که با هم درس امروز رو با روزهای هفته شروع کنیم. Die Wochentags. Die Wochentags. روزهای هفته. اولین روز هفته Montag. Montag دوشنبه. Dienstag. Dienstag سه‌شنبه. Mittwoch. Mittwoch چهارشنبه. Donnerstag. Donnerstag پنجشنبه. Freitag. Freitag جمعه. Samstag. Samstag شنبه. Sonntag. Sonntag یکشنبه. خب میریم سراغ مثال های این بخش. Am Montag lerne ich Deutsch. Am Montag lerne ich Deutsch. دوشنبه زبان آلمانی یاد میگیرم. Am Dienstag mache ich Yoga. Am Dienstag mache ich Yoga. سه‌شنبه یوگا انجام میدم. Am Mittwoch koche ich etwas Leckeres. Am Mittwoch koche ich etwas Leckeres. چهارشنبه یه چیز خوشمزه میپزم. Am Donnerstag gehe spazieren. Am Donnerstag gehe spazieren. پنجشنبه پیاده روی میکنم. Am Freitag höre ich Musik. Am Freitag höre ich Musik. جمعه موسیقی گوش میکنم. Am Samstag treffe ich meine Freunde. Am Samstag treffe ich meine Freunde. شنبه با دوستام قرار دارم. Am Sonntag schlafe ich lange. Am Sonntag schlafe ich lange. یک شنبه تا دیر وقت میخوابم. خب روزهای هفته رو یاد گرفتیم، اما روز فقط اسمش روز نیست، هر تیکش یه داستان داره. صبح اون لحظه‌ای که با صدای زنگ ساعت بیدار میشی و دنبال قهوه میگردی. ظهر وقتی که شکمت داره داد میزنه نه بابا کار بسه غذا. و شب همون وقتی که دیگه مغزت خاموش شده و فقط یه چیز میخوای، خواب، سکوت و شاید یه موزیک آروم. توی آلمانی به این بخش‌های روز میگن تاگ زایتن، یعنی اوقات روز. حالا با هم یاد میگیریم چطور هر بخش رو بگیم و توی جمله بیاریم. بریم که با هم اوقات روز رو ببینیم و یاد بگیریم. Der Morgen. Der Morgen صبح. Der Vormittag. Der Vormittag قبل از ظهر. Der Mittag. Der Mittag یعنی ظهر. Der Nachmittag. Der Nachmittag یعنی بعد از ظهر. Der Abend. Der Abend یعنی عصر. Die Nacht. Die Nacht یعنی شب. خب حالا که با روزهای هفته و اوقات روز آشنا شدیم، وقتشه بریم سراغ جمله سازی واقعی.
با این مثال‌های ترکیبی می‌بینی چطور می‌تونی همه چیزهایی که یاد گرفتی رو کنار هم بچینی و جمله‌هایی بسازی که واقعاً تو مکالمه به کارت میان. پس خوب گوش کن، تکرار کن و کم کم جمله سازی به زبان آلمانی برات میشه مثل آب خوردن. بریم سراغ مثالا. Am Morgen trinke ich Kaffee. Am Morgen trinke ich Kaffee. صبح قهوه میخورم. Mittags esse ich in der Kantine. Mittag esse ich in der Kantine. ظهرها توی سلف غذا میخورم. Nachts höre ich Musik. Nachts höre ich Musik. شبها موسیقی گوش میدم. Am Montagmorgen trinke ich viel Kaffee. Am Montagmorgen trinke ich viel Kaffee. صبح دوشنبه کلی قهوه میخورم. Dienstag Nachmittag habe ich Deutschkurs. Dienstag Nachmittag habe ich Deutschkurs. سه شنبه بعد از ظهر کلاس آلمانی دارم. Am Mittwoch arbeite ich bis spät am Abend. چهارشنبه تا دیر وقت کار میکنم. Donnerstag Mittag esse ich mit Freunden. Donnerstag Mittag esse ich mit Freunden. پنجشنبه ظهر با دوستام غذا میخورم. Am Freitagabend treffe ich meine Freunde im Café. Am Freitagabend treffe ich meine Freunde im Café. Am Samstagvormittag kaufe ich im Supermarkt ein. شنبه قبل از ظهر میرم خرید سوپرمارکت. Sonntags am Abend telefoniere ich mit meiner Familie. Sonntags am Abend telefoniere ich mit meiner Familie. یک شنبه ها عصر با خانوادم تلفنی صحبت میکنم. تا اینجای ویدیو کلی جمله ساختیم. روزهای هفته رو گفتیم، اوقات روز رو هم شناختیم. حالا بریم ببینیم چه کارهایی رو تو این زمانها انجام میدیم. با چند تا فعل مهم و پرکاربرد. این افعال پایه خیلی از مکالمه‌های ساده و روزمره‌اند. از کار کردن و خرید رفتن گرفته تا خوابیدن و درس خوندن. دیگه فقط حفظ کردن نیست. الان وقتشه ببینید چجوری این فعل‌ها رو در کنار روز و زمان استفاده کنید تا بتونی راحت جمله بسازی و حرف بزنی. بریم که چند تا از مهمترین فعل‌های روزمره رو با هم مرور کنیم. همراه با مثال‌هایی که احتمالاً خیلی از اونا رو تا الان شنیدی توی این ویدیو. arbeiten arbeiten کار کردن. ich arbeite من کار میکنم. ich arbeite. schlafen schlafen خوابیدن. ich schlafe spät ich schlafe spät من دیر میخوابم. lernen lernen یاد گرفتن. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. من آلمانی یاد میگیرم. Frühstücken. Frühstücken صبحانه خوردن. Ich frühstücke um 8. Ich frühstücke um 8. من ساعت 8 صبحونه میخورم. Einkaufen. Einkaufen خرید کردن. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. از سوپرمارکت خرید می کنم. treffen. treffen دیدار کردن، ملاقات کردن. Ich treffe meine Freunde. Ich treffe meine Freunde. با دوستام دیدار می کنم. lesen. lesen خواندن. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch.
کتاب میخونم. من کتاب میخونم. هوقن. هوقن به معنی گوش دادن. مثل گوش دادن به موسیقی. ای هوق موزیک. ای هوق موزیک. من موسیقی گوش میکنم. خب رسیدیم به آخر این ویدیو. تا اینجا کلی چیز باحال یاد گرفتیم. از روزهای هفته و زمانهای مختلف روز گرفته تا جمله هایی که واقعا توی مکالمه به کار میان. اگه از این آموزش خوشت اومد خیلی خوشحال میشم اگه لایک رو بزنی، سابسکرایب کنی و ویدیو رو با دوستات هم به اشتراک بذاری. توی کامنت ها هم حتما بنویس که کدوم بخش برات جالب تر بود یا کدوم جمله رو بیشتر دوست داشتی. من همه کامنت ها رو میخونم و با عشق جواب میدم. مرسی که تا اینجا همراه من بودی. تا آموزش بعدی مراقب خودت باش.